یه لحظه کلیپ این حرومزاده رو نگاه کنید. بچه شیعه بیا اینجا کارت دارم. میدونی شغل شریف امام سومتون حسین تیرگوزتون چی بوده؟ دوز بوده مادر جنده. جنده توی، خانواده کونی توی، خانواده کسگش توی. مادر جنده اون مادر جندته که تو رو به بار آورده. کسگش اون بابای کسگشته. چرا به کسی که میلیون ها نفر طرفدارشن از همه جای دنیا به عشق امام حسین پیاده هزاران هزار کیلومتر راهو به خاطرش میرن، بعد تو جنده میای بهش فش میدی؟ خانواده کسگش، پولتو اونور آب ندادن یا آبتو ندادن؟ اگه آبتو ندادن ما قشنگ میتونیم آبتو بدیم. بی شرف، انقدر این کلیپو لایک و ارسال شیر کنید تا به دست این حرومزاده برسه که بفهمه امام حسین چقدر طرفدار داره.